سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی که به اشتراک گذاشته میشه عنوانش هست امتیاز نماز و موضوع تمکین از دید تئوری ذره ها. بحث‌های قبل به این مسئله اشاره شد که نماز امتیاز یک اپورتونیتی برای هر مؤمن که از این اپورتونیتی استفاده کنه و قبل از اینکه به جهان باقی پا بذاره حسابش رو با خداوند متعال پاک کنه، توبه کنه توی طی نمازش و اقرارهای لازمه رو انجام بده و اگر برای چرخه بعدی حیاتش هم شانسی بود و شانسی داشت که چرخه حیات بعدی رو تجربه کنه، از خداوند متعال بخواد که در اون چرخه نیز راهنمای ایشون باشه. در بحث‌های قبلی مطرح شد که وقتی که شخصی به نماز میسته با انجام نماز در واقع اقرار میکنه که هیچ غروری نسبت به حق تعالی نداره و برای بیان این که هیچ غروری نداره به سجده میره، به رکوع میره و این که 100% تمکین میکنه از فرمانهای حق تعالی و این تمکین رو با اجرای کلیه دستورات فردی و اجتماعی که توی توضیح المسائل از امام معصوم نقل شده به انجام میرسونه. با توجه به اینکه فرمایشات امام معصوم نیز ناشی از درسایی هست که اونها از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفتند، بنابراین تمکین از فرمایشات معصوم علیه السلام اونطور که تو توضیح المسائل در رابطه با مسائل فردی و اجتماعی هر شخص بیان شده، چه در زمان ظهور امام معصوم و چه در زمان غیبت امام معصوم، جزو فریضه هایی که بر هر زن و مرد مسلمان واجبه و انجام این فریضه ها نشان دهنده تمکین اون شخص از الله سبحانه و تعالی است. از پیغمبر اکرم حدیثی هستش که ایشون میفرمایند که اگر من اجازه داشتم میگفتم که خانمای شوهردار به شوهرشون سجده کنند، در واقع تمکین از شوهرشون داشته باشند، در واقع تسلیم امر شوهرشون در مسائل خارجی خانواده باشند و در قبال این تمکینی که انجام میدن خداوند وعده بهشت رو به خانمای شوهردار میده، خانمایی که تمکین دارن از شوهرشون، و این در 40 حدیث علامه مجلسی به طور واضح بیان شده. حالا اگر به نمازی که واجب شده به عنوان یک امتیاز، به عنوان یک اپورتونیتی نگاه کنیم، میبینیم که آقایون محترم در تمام ایام ماه از این اپورتونیتی، از این امتیاز برخوردارند که آمرزیده راهی جهان باقی بشن. در این حال ملاحظه میشه که به دلایلی خانمای محترم حدود 1 هفته از ماه رو معذورن از این که این فریضه رو انجام بدن یا از این امتیاز برخوردار بشن، که دیگه در اون تعداد از چرخه های حیاتی که در این ایام محدودیت برای خانم‌های محترم وجود داره، اونها از این امتیاز، از امتیاز خوندن نماز محرومند. دلالت الله سبحانه و تعالی ایجاب میکنه که این خانم‌های محترم شوهردار ایامی رو که نمیتونند از این امتیاز نماز برخوردار بشن به نحو دیگه‌ای بهره مندشون بکنه از این موضوع که بهشت رو در دسترسشون قرار بده و این برخورداری به این ترتیب هستش که از اونها خواسته شده همیشه از شوهرشون در مسائل خارجی خانواده تمکین داشته باشند. به این مطلب نیز باید اشاره بشه که تمکین از الله سبحانه و تعالی که با چشم سر قابل رؤیت نیستند به مراتب مشکل تره از تمکین از شوهری که با چشم سر قابل رؤیته. موضوع فقط یکی از جنبه‌های نماز. جنبه مهم دیگه‌ای که شخص نمازگزار همیشه ازش استقبال میکنه این جنبه هستش که نماز محملیه برای اینکه عشقش رو به الله سبحانه و تعالی اعلام کنه و بگه که جز تو معبودی ندارم، غروری در مقابل تو ندارم
و میخوام که هرچه زودتر منو بپذیری و در آغوش خودت قرار بدی. در تایید این مطلب ملاحظه میشه که پیغمبر اکرم هم لحظه شماری میکردن وقت نماز برسه و به اون آسایش و آرامشی که در محضر حق تعالی شخص میتونه داشته باشه برسن. تاریخ به ما نشون میده که صحابه پیغمبر اکرم و یاران معصومین علیه السلام به قدری ارادت و فداکاری از خودشون نسبت به این عزیزان نشون داده بودند که حتی حاضر بودند در مقابل تیرهای دشمن قرار بگیرند و امامشون سالم باشه. همینطور هم مقربین الله سبحانه و تعالی وقتی که در محضر اون حضرت قرار میگیرند و به نماز میستند، بدنشون نه تنها دچار لرزش میشه به خاطر عشق شدیدی که بین اونها و اون حضرت وجود داره، بلکه اونها در تمامی لحظات نماز این احساس دارند که دارند با خالق خودشون صحبت میکنند و آمادگی خودشون رو اعلام میکنند که جانشون و هر چیز که در اختیارشون هست رو حاضرن تقدیم کنند برای اینکه اهداف و نظرهای الله سبحانه و تعالی که تحت عنوان دستورات فردی و اجتماعی ایشون به ماها ابلاغ شده اونها رو به مرحله اجرا در بیاریم. این افراد برای به خاطر عشقی که به خداوند متعال دارند همیشه طلب میکنن از ایشون که به اصطلاح خداوند جانشون رو در حالتی قبض بکنه یا دستور قبض روح رو در حالتی بده که اونها مستقیم به طرف خداوند متعال رفته و جزو مقربین ایشون قرار بگیرن. بنابراین برای اینکه واجد شرایط بشن باید آمرزیده بشن و لذا برای تک تک کلماتی که بیان میکنن موقع ذکرهای نماز وتر که 300 بار العف هستش و 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه روی هر کلمش بسیار دقت میکنن، چرا که این افراد بر این حقیقت واقف هستند که اونها زمانی برای حضور در محضر حق تعالی واجد شرایط خواهند بود که خداوند همه گناههای اونها رو بخشیده باشه. لذا هنگامی که نماز وتر رو به جا میارن خیلی دقت میکنن روی ذکرهایی که برای آمرزیده شدن اونها بیان میشه، ذکرهای نظیر العفو و ذکرهای نظیر استغفر الله ربی و اتوب الیه. در قرآن مجید ذکر شده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست. در کنار این آیه باید به این مطلب هم توجه بشه که توقع خداوند متعال از هر شخصی به اندازه توانایی اون شخص هستش. ما بر این عقیده هستیم که توانایی افراد با هم متفاوته. بعضیا خانومن، بعضیا آقان، تواناییشون متفاوته، بعضیاشون ثروتمندن، بعضیاشون فقیر هستن، بعضیا از سلامت کامل برخوردارن، بعضیا از سلامت کامل برخوردار نیستن و غیره و غیره. در این رابطه میشه همینطور اشاره کرد به افرادی که خداوند هر نوع زشتی رو و هر نوع پلیدی رو از اونها حذف کرده، مثل معصومین علیه السلام، مثل حضرت یحیی علیه السلام و مثل حضرت عیسی علیه السلام. این درسته که خداوند همه رو یکسان نیافریده، به بعضی توانایی‌های بیشتر از توانایی‌های کسای دیگه داره، ولی معنی و در این حال توقع خداوند از هر کس به نسبت تواناییش هستش، ولی در این حال بیان شده که ان اتقاکم اتقاکم، برترین شما کسانی هستند که پرهیزکارترین شمان. نه تفاوتی بین زن و مرد قائل شده در این راستا و نه تفاوتی بین رسول و سایر بنده های خدا و نه تفاوتی بین معصومین علیه السلام
و بقیه مردم. توضیح این که دستورات خداوند متعال، دستورات فردی و اجتماعیش از طریق معصوم علیه السلام به ما ابلاغ میشه. بنابراین وقتی که ما قبول میکنیم که تسلیم فرمان حق تعالی هستیم، نمیتونیم تسلیم فرمان معصوم علیه السلام نباشیم و همینطور بخشی از دستورات الله سبحانه و تعالی در رابطه با خانواده از طریق شوهر به همسر ایشون ابلاغ میشه. بنابراین همسر یا خانم نمیتونه تسلیم فرمان شوهرش در امور خارجی نباشه. اینکه دستورات فردی حق تعالی برمیگرده به مسائلی شبیه انجام دادن نماز به طور پیوسته و در اول وقت، انجام روزه، انجام زکات، انجام خمس و دیگر مسائلی که مربوط به فروع دین هستش و انجام دستورات اجتماعی حق تعالی برمیگرده به فریضه های نظیر صداقت، امانتداری، غیبت نکردن و مسائل دیگه‌ای که در رابطه با اجتماع هر شخصی مکلفه که انجام بده. آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم چنین ترجمه شده است: مردان سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگه قرار داده و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی با تئوری ذره ها. تئوری ذره ها نامی است که برای مجموعه‌ای با بیش از 500 درس از درس‌های مذهبی پروفسور مسعود فلامکی برگزیده شده است. محور اصلی همگی این درس‌ها عالم ذر یا عالم ذره ها بوده و به خاطر اینکه مسئله مطرح شده در این سری درس فقط به عنوان یک طرز تلقی یا اتیتود یا بینش نگاه شود، نه یک تفسیر و نه یک بدعت در دین، عنوان تئوری ذره ها برای این سری درس ها انتخاب گردیده است. ضمن اینکه درس ها به گونه‌ای ارائه شدند که هر یک از آنها شامل نگاهی کاملا جدید به مذهب، مستقل از تجارت و سیاست بوده و شامل بحث هایی چون از خودشناسی تا خداشناسی، آغاز آفرینش انسان، زندگی جاویدان، هنر عشق ورزیدن، هدف آفرینش عشق و مسائل دیگر می باشد.